من دارم میرم سراغ یه کار 10 میلیون دلاری به عنوان ورزشکار و قراره بهت نشون بدم چه فرقی است بین این و گرفتن 200,000 دلار برای فضانورد بودن. این دیگه دیوونه کننده است. 100,000 دلار میدن که بری واقعا استخون دایناسور رو در بیاری. خدای من. و کلی کار دیگه هم هست. از پایین ترین حقوق شروع میکنیم. طلای شنسابی که ممکنه سالی $1 در این بیاری. 2 سنت میارزه. آماری که میگه بعیده. در واقع داخل طلای آب خاک میریزن و با تکون دادن آب طلاها قلقلی میشه و میاد ته این ظرف. اما خیلی هم راحت نیست چون بعد از 5 ساعت من قطعا پولدار نشده بودم. آره. نای پسرا، من طلا پیدا کردم. اما این چقدر میارزه؟ ارزش این 2 سنت. دقیقاً همینه که میگم. میتونی یه سال کامل اینو بکنی و فقط $1 در بیاری. خوشبختانه ما قراره سراغ کارایی بریم که سالی بالای 10 میلیون پول در میاری. ولی اول ببینیم که کار 100,000 دلاری یعنی چی؟ کندن استخون دایناسور برای موزه. اینا جاری نیستن چون همشون مردن. پس این یکی از گودالمونه. این واقعا استخون دایناسوره؟ آره استخون دایناسوره. من تقریبا 17 ساله که اینجا. این الان استخونه رونشه. بیشتر از 4 فوت قد داره. اگه بخوام راحت واسهتون توصیف کنم یعنی 6 تا کارل روی هم. قدم 6.5 فوته. با این وسیله انجامش میده. کارت خیلی باحاله. اون حتی نمیدونه داره چی کار میکنه. شاید تعجب برانگیز باشه ولی ما توی این کار خیلی افتضاحیم. مراقب باش. تقریبا 5 ساعت طول کشید تا ما یه پیشرفت کوچولو داشتیم. ولی با کارشناسی که داشتیم یه پیشرفت کرده بودیم. بدون شک بزرگترین استخونیه که توی کل عمرم دیدم. گذاشتیم من و کارل بهش دست بزنیم. آره؟ اگه خرابش کنیم چی؟ خب فکر میکنید چقدر وزنشه؟ 2500 پوند؟ آره. فکر میکنم 1/10 وزن مامان نولان. خدای من وحشتناک. حالا چون این استخون خیلی قدیمیه باید روشو گچ بگیریم قبل از اینکه بلندش کنیم. وگرنه ممکنه که نصف بشه. امیدوارم موقع بلند کردنش اصلا نپاشه. 1 2 3 بلند کنید بچه‌ها. آفرین مراقب باشید. آروم شد. این اولین باریه که یوتیوبر خوشگلا دارن این استخون رو حمل میکنن. فقط مراقب باشید. مراقب باشید. باشید 1 2 حالی شغل دیگمون پیدا شد. بالاخره استخون دایناسور راه یه موزه شد. ولی چون موزه ها خسته کنندن بزنیم بریم سراغ کار 200,000 دلاری. آموزش فضانوردی با ناسا و اولین مأموریت من. این قراره یه روز روی ماه باشه؟ آره میخوایم با این سطح ماهو بگردیم. چرا گذاشتن من اینو برونم؟ نره بس کنیم. چطور این کار انجام بده؟ اهرمو بده جلو. همین الان؟ آره امتحانش کن بده جلو. تو میتونی بابا باریکلا. میترسم. سریعتر. وای خیلی باحاله. بپیچم را؟ چپ و راست برات مهم نباشه. خدای من مثل یه ماشین واقعی. ببینم اینجا سمت تجریشه. نه نزدیک ونکی. واقعا دارم باش حال میکنم. چرا این ماشین گیج هنوز میزنه؟ نمیدونم چطوری صافش کنم. با اینکه دارم مثل یه آدم مست و پاتیل رانندگی میکنم اما رسوندمش به حیات تمرین لونان ناسا، جایی که تست واقعیه. حس آفرود بهم میده. خدای من خیلی این تپه رو میذاری برم پایین؟ ببینم کمربند دارین؟ یه کمربند اونجاست که استفاده نمیشه. کمربند دارن استفاده نمیکنن. خیلی باحاله. شیب زیادی اگه داره. واقعا داریم میریم پایین میشه اون کمربندو الان بگیرم؟ خدای من فکر کنم کش داریم از کوپایین میای. مراقب باش. میشه دستتو بالا بگیری؟ فکر کنن من رانندگی خب بهتره میکنم. من برم. نه تو رو خدا همون بشین. شیناجی باید همینطور کجاکی برم پایین. آره وای کار لعنتی. لعنت فکر میکنم تو ماه زنده نمونی ها. نه دادا زنده میمونم. آموزش بعدی منو بار تو مرکز فضای فوق‌العاده شون. این دومین استخر بزرگ روی زمینه. من حس کردم که دارم ورق بازی میکنن، مخصوصا وقتی که لباسای فضانوردی رو بهم نشون داد. لباس فضایی که تنته یعنی فضانورد. البته قلق داره. وقتی میری پیاده روی فضایی باید پوشک بپوشی. آره 12 ساعت اون تویی. واو. دیدی مثل یه پوشک بزرگسال واقعی. اوکی ممنونم. این یه اثر فضاییه پس مراقب باش توش خرابکاری نکنی. از فضانوردا اینو پوشیدن. آره. مراقب باش جیشی نباشه. تو تا حالا تو این جیش کردی؟ نه من این کارو نکردم. جونم من. برنامه‌مون چیه ها؟ قراره یه کار خیلی باحال انجام بدیم. کاملا آمدم. اوکی خوبه. مأموریت بعدی من جذاب ترین چیزی بود که تا حالا انجام دادم. قراره بذارن ماهو لمس کنم. نه مراقب باش. اون 9,000 پوند وزن. رفقایی 9,000 پونده.
اینو که میبینید بزرگترین مجموعه سنگ ما. باورم نمیشه گذاشتم ما این کارو بکنم. میدونید ما فقط یه یوتیوبریم. آره خدای بزرگ، اینا واقعا ما هم احتمالش چقدره که من سنگ جنسیس رو لمس کنم؟ صفر. راستشو بخوایم من دیروز فسیل دایناسور رو کندم. من تو این کار استادم. دست بدم. سفته. این ماده که میبینید خود ما. بابا جدی خیلی عالی. داریم ماهو لمس میکنیم. واقعا فوق العاده است. پس اون لوله خاک از ماهه و از وقتی برگشته هنوز باز نشده. اگه چکش نکردین ممکنه آدم فضایی اومده باشه. آره ممکن هر چیزی باشه. آره آدم فضایی گفت آدم بعد فضایی فهمیدیم که آدم فضایی واقعی. بعد اون رفتیم استراتوسفر که کارل و نولان با هواپیما پرواز ما کنن. اینجا من تا حالا پرواز نکردم. اصلا نمیدونیم چی هست. اولین روز آموزش خوش اومد. ممنونم. برای اینکه پسرا یه هواپیمای واقعی رو درست فرود بیارن فقط کافیه یه بار تو شبیه ساز فرود بیان. خب ما اینجا گاز داریم. وقتی عقب بکشی یعنی سرعت آروم‌تر. خدای من. و بعد نولان سقوط کرد. اون هواپیما رو کرش کرد. آنان سقوط بازیه داداش. اون بالاخره تونست هواپیما رو فرود بیاره و کلید پرواز هواپیمای واقعی رو بهش دادن. دارم از استرس میمیرم. نولان جان اگه نمیتونی پرواز کنی تو رو خدا قسمت میدم همین الان بهمون بگو. خدای من قرار پرواز کنم. آره خدای آسمونا. خب آماده ای؟ من همیشه آماده. خب گازو کامل باز کن. نولان جان داداش گاز بده. بکن داداش بکن. خدای من نولان بلندش کردی. یه جورایی بدجور داره میلرزه. چی کار کنم ها؟ طبیعیه. تا حالا تو این حالت هواپیما سقوط کرده؟ خوابه. میخوام بپیچم راست. نه نولان داداش یه بسم الله بگو. باورم نمیشه دارم اینو کنترل میکنم. عالیه خدای من. بدون دست. حواست به دست انداز باشه. باشه احمق جون. فرمونو با اون دستای لعنتیت بگیر. الان میخوایم بریم اونجا و بعد برگردیم و فرود بیاریم. خدایا پامون به زمین گرم خب برسه. این قسمت همون چیزیه که مردم بهش میگن چاله هوایی. داداش دارم تبدیل به پاپیون میشم. این همون قسمتیه که کرش میکردم. یا امامزاده بیشم. ما دقیقا قراره اونجا رو باند فرود بیاریم. خدای من نه. نولان تمرکز کن داداش تمرکز کن. فرمونو به وسط نگه دار. دستتو رو گاز. آفرین. دستتو همینطوری نگه دار. حالا یکم بکش عقب. فقط نفس بکش. به زمین رسید. فرود آوردن. آره همین. نولان داداش دهنت. خدای من. این دم گفت نمیتونم ولی ما اینجا. من زندم داده. من واقعا متعجب شدم وقتی اینو دیدم. مدل دست بودن یک کار $1,000,000. اون یکی از پردرآمدترین مدل‌های دست تو دنیاست. اون 5 برابر حقوق یه دکتر در میاره. با اجازه باید از دستاش عکس بگیری. رزومش خیلی شاخه. اون برای تقریبا هر برندی که اسمشو شنیدی مدل بوده. دستاش بیمن $1,000,000 برای هر دست. واقعا اشتیاق داره. آره منم همین. برای شروع اون دستامونو معاینه. فکر نمی‌کردم یه روزی سفیدی دستام به درد بخورن. اول باید ببینم ناخونات درستن یا نه. میخوای مانیکورش کنی؟ آره ها. بفرمایید این اینم مال دستا من. افتضاحن. مال من خوبه یا اون؟ به نظرم بافت پوست تو خیلی بهتره. مال منم بد نی. نمیدونم میتونم معجزه بکنم یا نه. میتونم دستای تو رو هم ببینم جیمی. آره بفرمایید. ببینم به سفید برفی دست دادی؟ نه ببینم فرم انگشتام خوبه. آره در واقع خیلی خوبه ولی انگار مشکلات کوتیکولو پوستا داریم اما همش قابل حله. دستمون نیاز به کار داشت. باید آمادهشون میکردیم واسه عکاسی. برای من و کارل آسون بود اما برای لازار خیلی نه. داداش از همه اون موها میتونی فرش درست کنی. آره به نظرم از اینا میتونم یه پول $1,000,000 در بیارم. حالا که دستمون عالی شدن قراره مدل یه مجله بشیم. این عکس‌ها واقعا روی بیلبوردای سراسر آمریکا میره تا ساعت‌ها رو تبلیغ کنه. به نظر من که عالیه. اوکی خیلی درخشانه. فکر میکردم آسون باشه ولی واقعا افتضاح بود. این ساعت انگار روی یه مار بسته شده. کار واقعا سختیه. شما میتونید اینو با جست بگیرید؟ آه خدای من. عالیه. محصول بهتر دیده میشه چون دستش کمتر میلرزه. ولی مدل دست بودن فقط مربوط به پوشیدن ساعت‌ها نیست. چرا تکون میخوری؟ چون یه مار خوشگل دست اون آقا هست. خیلی خوشگله پسر. دستتو اینجا بذار. سرشو نگه. بله آقا چشم. میخوام واسه مورتال آف اویوم اسپانسر بشی. به نظرم باحال میشه.
حالا اون داره ساعت، مار و این بازی رو همزمان مدل میکنه. این کار واقعا دیوونه بازیه. امورتال آف اویوم یه بازی اول شخص جادویی تیراندازه که بازیکن نقشه یه جادوگر جنگجو به اسم جکو داره. میتونی نجاتم ها، بدی؟ این بار میخواستم نسخه ایکس باکس بازی رو با یه عقرب مدل کنم. نه خدای من نه. باید اینو اینجوری بگی. ببینم حیوان آسیب نمیبینه. نعم. بگیرش عکس بگیر، سری باش تو این بازی 25 نوع جادوی مختلف وجود داره و 80 نوع استعداد بازی. خیلی باحاله. کارل فکر میکنی این عکس رو دوست داری؟ امیدوارم از این ویدیو لذت به برده نظرم تو باشی. عبارت ترسناک و نگهدار ما میریم بازیکن NFL میشیم. افرادی که امورتال ساختن قبلا کمپانی برنده جایزه دد اسپیس و هلو کال آف داتی رو هم ساختن. ما عاشق عاشق این اونیم. کمپیناییم. نکته جالب اینه که منو گذاشتن تو بازی به عنوان یه باس. اگه منو تو بازی بکشید طلای بیشتری برای هر باس میگیری. عنکبوتو ببین کار چیزی نیست، نه ترس دادا. امورتالز همین حالا با تریلر رایگان روی ایکس باکس و PS5 اومده. دموی رایگان هم روی استیم من هست. زیر پام احساسش میکنم، نه زیر دستامه. ما اینقدر بد بودیم که مدل دست اومد وسط ها اسپانسر راضیش عکس‌ها رو تایید کنه. اگه میخوای الان بازی کنی لینکو تو توضیحات کلیک کن. من از مدل دست بودم بازنشسته میشم. با اینکه عکسامون عالی نبودم و بازم روی بیلبوردا رفت. و حالا نوبت کاریه که واسش 10 میلیون دلار در سال میدم. خب منو که اینجا میبینید وارد لیگ NFL شدم. داداش از تیپمون خیلی خوشم اگه اومد. فکر میکنید همش ساختگیه، اینجا هستم که قرارداد واقعی رو امضا کنم تا بازیکن واقعی بوکانیرز بشم با ارزش 10 میلیون. ممکنه اینجا بنویسن که پول پرداخت نکنم ولی حداقل عدده هست. آره عدده اینجا. حالا دیگه رسمی شد. تبریک خب میگم. برای 48 ساعت آینده من رسما بازی کنم. آره تو رسما بازی کنی. قول میدم ناامیدتون نکنم. قول میدم ناامیدتون کنه. تا پایان قراردادم قرار جلوی 60,000 تماشاگر توی زمین بدوم. اولین قدم تمرین با وزن است. خیلی داری خوب میری، برو. فعلا که خیلی آسونه. داداش واسط زیاد سبک نی؟ بدن چینه هادی چوفانه. زنده باد. من فکر نمی کنم بهم 10 میلیون بدن. لطفاً بذار رو وزنه قوی ترین بازیکنت. به نظرتون میتونم انجامش بدم؟ شل نکن دیگه دادا. خدا یه ذره فشار بده. من به درد این کار نمیخورم. بکش بالا. آفرین دمت گرم. چرا NFL اینقدر سخته؟ به نظرت من چطور بودم ها؟ بدک نبودی. امیدوارم ازم بیزار نشی. من نه بیزار نمیشم. خب قدم بعدیم تمرین با تیم باکینیورز بودش. طبیعتا با مربیم آشنا شدم. سلام مستر بیست، من مربیم. چطوری؟ خب اینا هم تیمیام هستن. هی خوشبختم مرد، اسمم شکله. بچه‌ام عاشق تو. واقعا؟ ویدئوهاتو خیلی دوست دارن. آره نه هم تیمیام باور نمی‌کردن که قرارداد بستم. پس واسه یه اثبات نشون دادم. قراردادش خیلی خوبه. تو پولت بیشتر از منه. نه بابا زیاد نیست. اگه بخونی نوشته ممکنه در 48 ساعت لغو بشه. من حتما اینو بعدا میخونم. هی به تیم خوش اومدی. ممنونم. باید سخت کار کنی ها. بگیر. ما در واقع پیش اینا مثل یه بچه‌ای. سایز کارل خیلی عالیه. راستش من هیچ وقت فوتبال بازی نکردم. پس منو گذاشتم به عنوان کیکر. اوه که توش افتضاح. هی مستر بیست، لازمت داریم واسه فردا آماده شو. باشه. من در واقع کوارتر بک میشم. آماده ای برو. فقط توپو تا جایی که تونستم آفرین اگه پسر. نمیدونستی باید بهت بگم تیمی که من بهش پیوستم همونیه که تام بردی باهاش سوپر بولو برد. آره چطور تام؟ چیزی نمونده بود بخوره بهم. چطوری پسر؟ حالت خوبه؟ بچه‌ام دارن چی کار میکنن؟ من اینجا یه دوست دارم که اگه بهش سلام کنی از خوشحالی میمیره. به نظرم نمیتونیم خوب بازی کنیم. آره، نمیتونیم. آره دیگه. لعنان عاشقتم پسر. آی خدای من. بعدش تمرین مونده بازی گوشی که بلم کن چپم کردی. بنداز پسر. عالی بود. خیلی کوچیکه. بهتر جواب یه سریا رو بدی. یه نکته باحال این که بعداً بکس یه کنفرانس خبری خیلی باحال واسمون گذاشت. بازی بزرگیه و فکر میکنم که فردا روز خاصی. این یه نمایش تبلیغاتی نیست؟ چرا هست؟ آره همونی که میگی تبلیغاتیه. این یه نمایش تبلیغیه. من واقعا بازیکن NFL نیستم. جیمی بودن توی تیم جدید چه حسی داره؟ حس فوق‌العاده‌ای داره. اونا خیلی بیشتر از چیزی که فکر می‌کردن قبول واسه ندارن. بازی چقدر منتظر هستی؟ در واقع هیچ. بعد از بارها توضیح دادن رفتم که اندازه گیری کنم. 6 و 4 و نیم. 6 و 4 و نیم. کارل تو 6 و 5. آره من 6 و نیم فوتم. آره عزیزم آره. این اندازه گیری برای دادن تجهیزات و یونیفرم مخصوص انجام میشه. دادا واقعا خوشگل شده. آره. هنوز واقعا نمیدونم که چرا گذاشتن من این کارو انجام بدم. آره نمیدونم.
ممنونم باز تعجب کردی که من عضو تیم شدم؟ این اولین توپ فوتبالمه که امضا کردم. جیمی ممکنه هر لحظه بیاد بیرون. اگه با اختلاف سطح جلو باشیم اون وقت من راحت تر بازی میکنم. آره این احتمالاً امروز اولین روز آخرین روز بازی کنیشه. قطعا آخریشه. چطور این اتفاق داره میفته؟ آتش بهتر کنین بچه ها. چه شور و هیجانیه. و چون این تنها بازی NFLیه که من توش بودم تیم بهم اجازه داد که زودتر از بقیه بیام تو زمین. برید بسر کنیم. اومدیم آقا. جیمی نمیذاریم بازی کن علیهمون کنن. ببینم این بهترین روز زندگیته یا نه؟ آره عشق میکنم دادا. ما داریم بازیکن‌ها رو رد جیمی میکنیم. بازیکن NFL شده. بزن بریم پسر. موفق باشی. من ناامیدتون نمی‌کنم حتی اگه بازی نکنم. ما عاشق آمریکا. بزرگه. آمریکاست. بیا فوتبال ببین. همینجا فرود بیا. هی. یه همکاری بزرگ با یوکانیرز که رسما منو بازیکن ساختم. واقعا خوب شد که بازی نکردم چون اگه منو میزدن احتمالا میمردم. فکر کردم همه چی تمومه تا اینکه فالکونا اینو توییت کردن. منم در جواب دارم استادیومشون رو نابود میکنم.